درود به همه دوستان، به کانال خودتون خوش اومدید. در این ویدیو با ما همراه باشید با معرفی 5 سریال پلیسی کره‌ای. 폭행으로 고소하실 분 손. وقتی یه خرپول خوشتیپ تصمیم میگیره پلیس بشه، انتظار داری چی بشه؟ تعقیب خلافکارا با ماشین لوکس، بازجویی با قهوه اسپشیال، یا دعوا با رئیس اداره چون لباسش برند نیست. جینیسو وارث میلیاردی حالا یه کاراگاهه، ولی نه از اون جدیه. با یه همکار عبوس و یه عالم پرونده خطرناک. باید یاد بگیره که پول همه چیز نیست، مخصوصا وقتی خلافکارا با مشت حرف میزنن. پولدار و پلیس، سریالی که جنایت رو با استایل حل میکنه. 이경감? 가자. 아주 어려운 사건이 될 것 같아. 수사가 장난이야? 강연이 지금 은사자 발견됐어. 지원팀 대기시키세요. 이놈들 무조건 우리가 잡는다. 싸울 거면 내가 네 편 할게. این سریال 16 قسمت داره و محصول 2024. امتیاز این سریال 7.9 از 10 و از نکات مثبت اون بازی جذاب آن بوهیون در نقش پولدار بی‌پروا، شیمی قوی بین شخصیت‌های اصلی، ترکیب موفق طنز و جنایت. 모두가 뜨거웠던 그날 우린 영웅이었다. سریال پسر خوب. در یک برنامه دولتی ویژه گروهی از مدال‌آوران المپیک به عنوان نیروهای پلیس جذب میشن. اونا مهارت‌های ورزشی خود را با نشون پلیسی معاوضه میکنن تا با جرایم خشن و بی‌عدالتی‌ها مقابله کنن. یون دونگ جو قهرمان سابق حالا باید در دنیای واقعی با خلافکاران، فساد و پیچیدگی‌های اخلاقی روبرو بشه. در این مسیر روابط عاشقانه، رقابت‌های درونی و چالش‌های شخصی داستان را به سمت درامی احساسی و پرتنش سوق میده. 알리라고 알아? 무엄하다 알리. 불가능? 그건 아무것도 아니다. نکات جالب سریال با الهام از پروژه‌های واقعی جذب ورزشکاران به نیروهای امنیتی ساخته شده. هر شخصیت نماینده یک رشته ورزشی متفاوته. فضای سریال ترکیبی از طنز، درام و اکشنه که مخاطب جوان و بزرگسال رو جذب میکنه. 모든 걸 걸어야 한다. 고요함을 끝낼 격발의 시간이다. این سریال محصول 2025 و 16 قسمت داره. و بازیگرای اصلی این سریال پارک بوگوم، کیم سوهیون، اوه جونگ سه و لی سانگی هستن. 너무 잡고 싶은데 و اما سومین سریال بازرس ارشد. 잡을 수가 없어요. 자, 우리 같은 인간들은 같이 뭉쳐. 나 누구지 알겠어? 경기도 소절도방 검거율 1년 연속 1위. 경사관으로 미치는 거 아니야? 나쁜 짓한 놈들은 백살을 처먹어도 나한텐 애송아닙니다. 저 이렇게 배웠는데요? 혐의가 입증되면 확실히 쳐 넣으라고요. 얼굴 알지? 다들 무서워서 그러는 거야? 제가 꼭 범인 잡을게요. دهه 50 میلادیه، ولی نه اون جوری که فکر میکنی. یه کارگاه باهوش، یه همکار کله شق و کلی دردسر توی خیابون‌های سئول. از تعقیب خلافکارا با دوچرخه تا دعوا با رئیس اداره سر یه پرونده عجیب. وقتی عدالت با کمی شوخی و کلی دردسر همراه میشه، فقط یه چیز میتونه نجاتت بده: یه تیم که همدیگر رو تحمل کنن یا حداقل وانمود کنن که میتونن. کارگاه ارشد، سریالی که جنایت رو با خنده حل میکنه. 우리가 이제 기억해야 될 건 두 가지밖에 없어. 제 계획대로 움직인다. 그거 아끼네. 우리네 맞고 왔지. 그러니까 지랄하고 있는 거 씨. 내가 بازیگر نقش اصلی این سریال لی جهون، یکی از بازیگرای مورد علاقه خودمه که نقشش رو به خوبی انجام داده. این سریال هم در 10 قسمت تولید شده و امتیاز اون 8 از 10. 이 세상에 این سریال به نوعی ادای احترام به نسل قدیم کاراگاهان کره‌ایه. طراحی لباس‌ها و صحنه‌ها با دقت تاریخی بالایی انجام شده. شخصیت‌ها هر کدوم نماینده یک دیدگاه متفاوت در اجرای عدالت هستند. پس اگه هم عاشق کاراگاه بازی هستید و هم میخواید بخندید، این سریال فوق‌العاده رو از دست ندید. همچنین خبرهایی منتشر شده که ممکنه این سریال فصل دوم هم داشته باشه.
و اما سریال بعدی شک. وقتی تمام عمرت رو صرف شناخت ذهن مجرما کردی، انتظار نداری که یه روزی اون ذهن در خونه خودت باشه. تسو تحلیلگر جنایی، باهوش، دقیق، پدر، اما حالا دخترش مظنون اصلی یک قتل مرموزه. آیا عشق پدرانه میتونه حقیقت رو پنهان کنه؟ یا شک همه چیز رو نابود میکنه؟ سریال کره شک، جایی که اعتماد خطرناک ترین بازیه. این سریال برخلاف 3 سریال قبلی اصلا کمدی نداره و فضای اون بسیار دارک و رمزآلوده. امتیاز این سریال 8.1 از 10 و مخاطبین زیادی از اون راضی بودن. از نکات مثبت این سریال بازی قدرتمند هان سوک کیو، داستان پیچیده و احساسی، پایان‌بندی غیر قابل پیش بینی. سریالی 10 قسمته با امتیاز 8.9 از 10. 네가 전기철이냐? و سریال آخر، بدترین شیطان. نمیتونه تو. اگه میخواید جای یک مأمور مخفی زندگی کنید و تمام استرس ها و ترس هایی که اون تجربه میکنه رو احساس کنید، این سریال رو از دست ندید. 이 새끼들 봐라. توی دنیایی که تاریکی قانون رو بلعیده، یک پلیس باید به دل جهنم نفوذ کنه، اما وقتی مرز بین مأموریت و جنایت محو میشه، چه کسی واقعا شیطانه؟ 미쳐라. 만약에 너 이용하려고 하는 거면 어떡하려고 그래? با بازی فوق‌العاده جی چانگ ووک، کراش همه اونایی که سریال‌های کره‌ای رو نگاه میکنن. و حالا مأمور ما بین دوراهی عشق یا انجام مأموریت گیر افتاده. این سریال 12 قسمت داره و امتیاز اون 8.6 از 10 و رضایت 88% مخاطبان کره‌ای رو داشته. و در آخر ممنون که ویدیوی ما رو نگاه کردید. پس لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه. برای دیدن ویدیوهای بیشتر به کانال ما سر بزنید.